نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. بسیاری از احکام در این سوره مبارکه ما قبلا خواندیم، بعضی در رابطه با حجاب بودند، بعضی از احکام مربوط به رسول الله و مخصوص رسول الله هستند و بعضی از احکام عمومی هستند که اونها را ما در اینجا میخوانیم. یکی از احکام در رابطه با عده زن هست. زنی که معمولا شوهر او را طلاق میده، اگر زن حامله نباشد خب 3 مریضی میگذراند، 3 عادت ماهیانه سپری میکند، بعد این زن پاک عدهش تمام میشه. اگر حامله باشد وضع حمل، بعد از این که بچه را به دنیا آورد عدهش تمام میشه. اگر شوهر فوت کرد خب اون دستورش چیزی دیگه هست، 4 ماه و 10 روز هست. اما اگر زنی را طلاق داد و هنوز باش به اصطلاح همخوابی نداشته، هنوز ازدواج نکرده، به اصطلاح ما نامزددار است، در زمان نامزدی قبل از اینکه با هم ازدواج بکنن، قبل از اینکه با هم خلوت داشته باشن، قبل از اینکه با هم زندگی مشترک را آغاز بکنند، در این زمان طلاق داد. خب اینجا 2 حالت داره. اگر این زن مهری برایش تعیین شده که قبلا خواندیم نصف مهر، اگر تعیین نشده اینجا دستورش است. یا ایها الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات، ای مؤمنین هرگاه که شما نکاح کردید زنان مؤمن را، ثم طلقتموهن، سپس آنها را طلاق دادید، من قبل ان تمسوهن، قبل از اینکه دست بزنید اونها را. دست زدن کنایه است از مجامعت، از همخوابی. فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، عده‌ای برای شما نیست که عده حساب بکنید شما که عده زن عدهش تمام بشه بعدا شوهر دیگه. نه، امروز طلاقش داد فردا میتونه شوهر دیگه عقد بکنه، چون این زن با این مرد اصلا زندگی نکرده که خطر حاملگی باشد. لذا فمتعوهن وسرحوهن سراحا جمیلا، اینها را متاع بدید، معنیش اینه که دست لباسی به اونها بدید و ترکشون بکنید ترک کردن زیبا. یک مطلبی که برداشت از قرآن مجید است اینه که ببینید گاهی بین زن و شوهر اختلاف پیش میاد، گاهی اختلاف به قدری حاد میشه که باید از هم دیگه جدا بشند. خب این تقدیر الهی هست. بعضی وقتا متاسفانه اکثر اوقات 2 طرف در این جدا شدن تقوا را رعایت نمی کنند. سعی میکنه هر 2 طرف حق هم دیگر را پایمال بکنند. هر کسی که قدرت بیشتری داشته باشه حق دیگری را پایمال میکنه که متاسفانه بیشتر حق زنهای مظلوم پایمال میشه. لذا شوهر میگه من نمیخوام. 20 سال پیش 30 سال پیش
200,000 تومان مهریش بوده، میگه همون 200,000 تومان رو میدم بره پیکارش، این همه زندگی کرده، به پای پیر شده، لذا پروایی نداره. در حالی که الله عزوجل میفرماید اگر میخواهید جدا بشید به خوبی جدا بشید. حتی مستحبه که در آخرین زندگی که از هم دیگه جدا میشن شوهر یک دست لباس به عنوان هدیه بهش بده. چرا؟ که اون کدورت و رنجشی که به سبب اختلاف پیش آمد اون از بین بره. انسان فضل بکنه، از خود تبرع بکنه. در آیات متعدد تشویق میکنه الله به جود و بذل، به بخشش. اگر مهرش کامل بده، نصف مهر کامل بده هم اشکال نداره. اگر زن ببخشه هم اشکال نداره، چه بهتر. یعنی چه بخشش از طرف مرد باشه چه از زن باشه. لذا وقتی که اختلافات خانوادگی هست خود دو طرف هم سعی نکنند، وقتی که به بنبست سعی نکنن حق هم دیگر را پایمال بکنن. یا گاهی دو طرف اولیای دو طرف سعی میکنن حق هم دیگر را پایمال بکنن. نه، همه جا باید تقوا رعایت بشه، به خوبی از هم دیگه جدا بشن. الله میفرماید یک دست لباس برش بگیر که هیچ باش زندگی هم نکردی ولی خاطر بدی ازت نمانه. و سرحوهن سراحا جمیلا، ترک بکنید اونها رو ترک کردن زیبا. یا ایها النبی انا احللنا لك ازواجك اللاتی آتیت اجورهن. اینجا خطاب برای رسول الله است که شما ای رسول الله همین زنهایی که در عقد شما هستند و علاوه از این زنها اگر دیگه زن میخواستید عقد بکنید با این شرط که مهرشون را بدید. خوب توجه بفرمایید، ما برای شما حلال قرار دادیم. اما بعد از این آیه با مفهوم متفاوت میاد. یا ایها النبی، ای پیامبر من، انا احللنا لك ازواجك اللاتی آتیت اجورهن، ما حلال کردیم برای شما همسران شما را، آنانی که شما مهرشون را دادید. و ما ملکت یمینک، و همچنین آن کنیزک هایی که مال شما هستند اینا را برای شما حلال کردیم. مما افاء الله علیک، اونی که خدا به شما بخشیده، خدا به شما داده. و علاوه از این برای شما حلال است و بنات عمک، دختر عمو، و بنات عماتک، دختر عمه، و بنات خالک، دختر دایت، و بنات خالاتک، دختر خالعت، اللاتی هاجرن معک. اما شرطش اینه اونایی که با تو هجرت کردند، یعنی در دارالکفر نباشند، اینجا باشند. و امرأة مؤمنة، نوع چهارمش، ببین 4 قسم را خدا میفرماد حلاله. یکی همین زنهایی که در عقد تو هستند، دوم کنیزک ها، سوم این خویشاوندان، دختر عمو، دختر عمه، دختر دایی، دختر خاله، چهارم یه زنی که آمده خودش را به تو میبخشه. و امرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبی، زن مؤمنه که خودش را به پیغمبر میبخشه، میگه که منو عقد کن بدون مهر. ان اراد النبی ان یستنکحها، این در صورتی است که نبی خواست او را نکاح بکنه، او را عقد بکنه. البته این ویژه تو از خالصة لک من دون المؤمنین، این که نکاح بلا مهر بشه خالصة لک پایینش بنیست نکاح بلا مهر. این نکاح بلا مهر خالص مال تو نه مؤمنین. اگر برای شما کسی آمد گفت که من میخوام که مرا عقد کنی بدون مال، حاجی آقا نمیتونه، باید مهر مثل بعد بهش بده. اما برای پیغمبر این مخصوصه، اون مهر نداره. خالصة لک من دون المؤمنین معناش اینه. قد علمنا ما فرضنا علیهم فی ازواجهم، همانا ما میدانیم اون چی که معین کردیم بر آنان درباره همسرانشان. یعنی خدا برای اونها چیز تعیین کرده، مهر تعیین شده. حد اقل مهر از نظر امام اعظم ابو حنیفه با توجه به این آیه میفرماید 10 درهم است. فقها و ائمه بزرگوار دیگه اینا حدی برای مهر
گفتن نیست ولو اینکه اندک باشد. خب به اون بحث فقهیش نمی پردازیم. و ما ملکت ایمانهم، و همچنین اون کنیزهایی که ما تعیین کردیم ما میدانیم. لذا لکی لا یکون علیک حرج، اینها را ما برای شما حلال قرار دادیم تا بر شما حرجی نباشد، آزاد باشید. اگر خواستید زنی را به عقدتون داشته باشید. و کان الله غفورا رحیما، خداوند بخشاینده و مهربان است. اما این حکم را در آیه بعدی عرض می کنم. اما زنانی که در عقد شما هستند، اینجا هم شما ای پیغمبر اختیار در این حکم هم مخصوص رسول الله است. خوب توجه کنید که از این زنها هر کسی را که میخوای به تأخیر بنداز، یعنی شب پیشش نرو. ترجی من تشاء منهن، یعنی از خود فاصله بده هر کسی را که میخوای از این زنها. به این معنی که شب پیشش نرو، نمیری نرو. از این آیه همه علما و فقها نوشتن، مفسرین نوشتن که برای رسول الله صلی الله علیه وسلم تعیین نوبت لازم نبود که حتما نوبت بره. شما نه، شما اگر دو همسر داشته باشید باید یک شب اینجا باشه یک شب اونجا، یا یک هفته اینجا یک هفته اونجا، تقسیمتون عادلانه باشد. اما این تقسیم برای رسول الله لازم نبود. اما با وجودی که برای رسول الله لازم نبود، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چنان احتیاط میکرد چه ایشون الگو هستند، ولو اینکه دستورات خاصی برای اینها هست. چنان آن حضرت صلی الله علیه وسلم رعایت میکرد که نه اینکه تنها شبها، شما میدونی کسی که 2 تا همسر داشته باشه 3 تا همسر داشته باشه، اونی که برایش لازمه بیتوتت، در بیتوتت عدالت بکنه، به شب رفتن عدالت بکنه. روزها معلوم نیست انسان کجا میفته، سرش کجا میفته، کجا میره. این که حتما 1 ساعت اینجا بشه 1 ساعت اونجا، 4 ساعت اونجا 4 ساعت اینجا، اینطور نیست. فقط اون شب ماندن لازم است. اما رسول الله صلی الله علیه وسلم روزها 1 ساعتی که دور میزد پیش همه به اندازه، نه بیشتر نه کمتر، در حالی که رسول الله میتوانست تنها پیش عایشه بماند، پیش هیچ کدوم نره، خدا بهش اجازه داده، ولی این کار را نکرد. حتی کسی به سفر میره، از نظر شرعی انسان اجازه داره هر کدوم همسرش را میبره. امکان داره یک کسی همسری داشته باشه با 5-6 تا بچه، یه همسری هست که بچه نداره با 1 بچه، قطعا بردن این راحت تره. اما رسول اکرم صلی الله علیه وسلم این کار را هم نمیکرد، قرعه کشی میکرد. برای ما هم مستحب، ما هم قرعه کشی بکنیم یا نوبتی بکنیم، گرچه بردن در سفر این جز حقوق نیست، ولی انسان اینها را هم رعایت بکنه بهتره. آن حضرت چیزهایی که مکلف نبودند هم رعایت میکرد. بزرگان هم همینطور خیلی رعایت میکردند. در 2 چیز عرض کردم، یکی را عرض کردم بیتوته هست، دومی در نفقه خرج کردن. خرج کردن معنی نیست برابر خرج بشه، امکان داره یکی یک جا عرض کنم اهل و عیال بیشتر باشن، یک جا جمعیت 7-8 نفری است، یک جا جمعیتی که 2 نفری است. اونجا اگر ماهی 1 میلیون، اینجا هم 1 میلیون باشه، نه، به اندازه اون جمعیتشون. کیفیت مثل هم باشه، یه جا نباشه که همش کباب باشه، یه جای دیگه فقط هر چی که شما میدونید، بلکه باید این مسائل رعایت بشه. حضرت مولانا اشرف علی تانوی رحمه الله یک کسی برایشون هندوانه آورد، 2 تا هندوانه آورد، چون خبر داشت ایشون 2 تا همسر داره. 2 تا آورد که یکی این خونه بفرستی که این خونه. بعد فرمود که اینها را نصف بکنی، از هر یکی یک نصف به این خونه بفرستی، یکی به اون خونه. گفتن چرا؟ گفت امکان داره که یکی شیرین تر باشه یکی نباشه، بعد اونی که شیرین هست یه خانه میره، اونی که شیرین نیست یه خانه دیگه، این بی‌عدالتی میشه. لذا هر چی هست نصف میشه. بس این اندازه رعایت کردن واقعا کمال تقوا را میرساند. بعضی ها که معلق میکنند همسران خودشون را، زن میگیرند و زن را به نام خدا رها میکنند،
اینها گناهشون جرمشون خیلی سنگین هست. در حدیث می آید که کسی که 2 تا همسر داشته روز و یکی را تحویل نمی گرفته یکی را تحویل می گرفته، روز قیامت میاد در حالی که نصف بدنش فلجه، نصفش کار میکنه. این در اثر توجه نکردن به اون همسر دیگر است. لذا الله که اجازه داده مرد هستید ازدواج میکنید، برای عدالت هم مرد باشید. دیگه از یک زن نترسید و همیشه پیش او باشید، دیگری را به امان خدا رها بکنید. اونجا هم واقعا مردی از خود نشون بدید، رب را راضی بکنید تا بندگان رب را. لذا الله می فرماید به پیغمبرش ترجی من تشاء منهن، هر یکی را که میخواهی از آنان چی کن؟ از خود دور کن، فاصله بده. و تؤوی الیک، و جای بده به خودت، به سوی خودت. من تشاء، هر یکی را که خواستی، یعنی هر جا دلت میخواد بمان. ولی پیغمبر از این رخصت الهی استفاده نکرد. این رخصتی هست. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به عزیمت عمل کرد، به خاطر اینکه الگوی من و تو امت باشه. من و تو یاد بگیریم که چیزی که حتی لازم نیست هم اون را انسان رعایت بکنه، انسان از احتیاط ضرر نمی کنه. و من ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک، هر کسی را که خواستی از اونهایی که از اونها را جدا کردی از خود، اشکالی نداره. ذلك ادنا ان تقر اعینهن، الله عزوجل می فرماید این مسئله باعث میشه، خدا به تو اختیار داد، این مسئله باعث میشه که همسرانت راضی تر بشند. چرا؟ چون که الان همسرانت میدونن که این پیغمبر شوهر ما که رسول الله صلی الله علیه وسلم باشد، لازم نیست نوبت ما را رعایت بکنه، هیچ گناهی نیست. ولی الان که رعایت میکنه به خاطر ما رعایت میکنه، میخواد که دل ما را به دست بیاره. ذالک ادنا ای اقرب، این نزدیکتر است به این که ان تقر اعینهن، چشمان اونها خنک بشه، یعنی شاد بشند. تفسیر مدارک نوشته، اولا امام جساس رازی نوشته هذه الآیه تدل على ان القسم بینهن لم یکن واجبا علی النبی، این آیه دلالت میکنه بر اینکه تقسیم شبها برای رسول الله واجب نبود، و انما کان مخیرا فی القسم، رسول الله اختیار داشت که تقسیم بکند یا نکند. لمن شاء منهن و ترک من شاء منهن. و بعض مدارک نوشته لانهن اذا علمنا ان هذا التفویض من عند الله، زنان وقتی که بدانند که خدا به پیغمبر اختیار داده و به او سپرده، اطمئنت نفوسهن، نفسشون مطمئن میشه، و ذهب التغایر و حصل الرضا، اینکه بر همدیگر را غیر هم بدانند، این از بین میره، راضی میشن همه. لذا الله می فرماید ذالک ادنا ان تقر اعینهن، این نزدیک تر است به این که چشمانشون خنک بشن، ولا یحزن، و غمگین نباشند، اندوهگین نباشند، و یرضین، و راضی باشند، بما آتیتهن کلهن، به آنچه که شما دادید به همیشان. والله یعلم ما فی قلوبکم، الله میداند آنچه که در دلهای شماست. و کان الله علیما حلیما، الله علیم است، همه چیز را میداند، بردبار هم هست. لذا احکامش، دستوراتش هم از روی حلم هست. لا يحل لك النساء من بعد، الله عزوجل می فرماید زنان بعد از این برای شما حلال نیستند. بعضی گرچه این آیه را منسوخ گفته، اولی را ناسخ، اما بعضی علما معتقدند که اون آیه بعد از این اصناف، ای من بعد الاصناف التي سمیت، این 4 قسمی که بیان شد، زنان موجوده، کنیزها و خویشاوندان و زنی که خودش را هبه میکنه، بعد از اون یعنی غیر از اون دیگه برای شما هیچی حلال نیست.
منظور اینه که لازم نیست این آیه را منسوخ بدانیم. خب عرض کنم خدمت شما بعضی دیگه مفسران معتقدن که نه، این آیه محکمی هست. الله عزوجل به پیغمبرش میگه غیر از این زنهایی که در عقد شما هستن، 9 زن رسول الله، به غیر از اینها دیگه برای شما زنی حلال نیست. چرا؟ چون که اونجا من عرض کردم در اون آیه که اونها خدا را و رسول خدا را اختیار کردند. اونا که خدا و رسول خدا را اختیار کردند، برای اونها هم خدا تو را برای همیشه اختیار میکند. لذا تو دیگه اجازه نداری دیگه زن بیاری. ای لا یحل لک النساء من بعد هؤلاء التسع، بعد از این زنهای 9گانه اللاتی اخترنک، اینهایی که تو را اختیار کردند، دیگه بعد از اینها تو نمیتونی دیگه زن بگیری. ای لقد حرم علیک ان تزوج غیرهن من النساء، روح المانی گفته الله برای تو حرام قرار داده که دیگه شما زن بگیرید، همین دیگه زنهای شما. پس ببینید خدمت شما عرض کردم اگر از این زنها زنهای بهتری در این عالم بود، الله عزوجل برای حبیبش انتخاب میکرد. باز علامه آلوسی از بیهقی روایتی آورده، گفته حبسه الله تعالی علیهن کما حبسهن علیه الصلاة والسلام، همان گونه که زنها را الله مخصوص پیغمبر کرد و فرمود که اینها زنان پیغمبر هستند، حتی بعد از پیغمبر کسی حق نداره با زنان پیغمبر ازدواج کنه. پیغمبر را هم محصور و محبوس برای اونها کرد، پیغمبر هم فقط مال اونها، نه برای زنان دیگر. ولا ان تبدل، حلال نیست برای شما زن بعد از این، ولا ان تبدل بهن من ازواج، و نه اینکه تبدیل بکنی اینها را به همسران دیگر. ولو اعجبک حسنهن، نگرچه زیبایی همسر دیگر تو را به شگفتی بیندازد. الا ما ملکت یمینک، مگر کنیز خب استثناست، اون دیگه جز زنان حساب نمیشه. و کان الله علی کل شیء رقیبا، الله عزوجل به هر چیز مراقب است، هر چیز را تحت نظر خودش دارد. یا ایها الذین آمنوا، یکی دیگر از آداب که اینجا بیان شده، اما این آداب را میخوایم بیان بکنیم. اول به صورت خلاصه واقعش را خدمت شما عرض بکنم تا آیه را بهتر بفهمید. بعد از اینکه الله عزوجل دستور داد که رسول الله با زینب ازدواج بکند، زینبی که ما در رکوع اول خواندیم، آن حضرت صلی الله علیه وسلم ولیمه ترتیب داد. این زمان هنوز حجاب نازل نشده بود، دستور حجاب نیامده بود. رسول الله ولیمه ترتیب داد، یک گوسفند کشت، غذای درست کرد. اون زمان حجره ها خیلی محدود بود، لذا همون یک اتاق بود، سالن بود، پذیرایی بود، اتاق خواب بود، همه چیز. حضرت زینب رضی الله عنها که این اتاق برایش تعیین شده بود، هم در همون اتاق بود. صحابه آمدند، همون اتاق پذیرایی شدند. زینب رضی الله تعالی، حضرت انس این روایت را میکند، زینب چون روز عقد و ازدواجش بود، درسته که هنوز حجاب نازل نشده بود، اما روز عروسیش بود، زنها حیا بر اونها همیشه غالب است. زینب هم در همین اتاق نشسته بود، رو به دیوار بود. صحابه آمدند و غذا آماده شد، غذاشون را خوردن، رفتن. چند نفر بودند، این همینجا مشغول بودند، نمی رفتند. خب دیر شد، غذا خورد، غذا صرف شد، باید می رفتن، نمی رفتن. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هم رو در بایستی داشت و نمی گفت به اونها که شما برید دیگه چی می خواهید. اونا هم نشسته بودن. آن حضرت صلی الله علیه وسلم مجبور شدن خودشون از اتاق برن بیرون. حضرت انس که خادم رسول الله بود، حضرت انس پشت سر آن حضرت رفت بقیه همسران را
سرکشی کرد، حجره ها کنار هم بودند، احوال پرسی کرد، حالشون را پرسید و مجددا برگشت دید این چند نفر هنوز دارن صحبت میکنه، اینا هنوز نرفتند. آن حضرت از دم در نگاهی کرد، دوباره برگشت پیغمبر. دوباره که برگشت اینا متوجه شدن ما کار خوبی نکردیم، ما وقتی که غذا خوردیم بی خود اینجا نشستیم مزاحمیم. لذا بلند شدند و رفتند. اونا که رفتن پیغمبر میخواست داخل خانه بره، همین وقت آیه حجاب نازل شد. حضرت انس میگه چون ایشون خادم رسول الله بود، اینا پشت سر پیغمبر حرکت کرد. اونجا که داخل خانه رفت پیغمبر حجاب را کشید، چادر را کشید، پرده را کشید، گفت دیگه از این به بعد حجاب نازل شده، اجازه نداری بیایی. لذا این دستور بود، دستور را الله صادر فرمود، این آیه را نازل کرد که ای مسلمانان، هر وقتی که اولا شما بدون اجازه پیغمبر وارد خونش نشید، مگر اینکه دعوتی چیزی بود، ولیمه بود، شما را دعوت کردن برید، ولی نه خیلی زود که هنوز غذا آماده نیست رفتی نشستی که کی غذا آماده بشه. این کار را هم نکنید. و بعد از اینکه غذاتون را میل کردید هم ننشینید، مزاحمت نکنید، زود بلند شید برید. پیغمبر اگر حیا دارد و روش نمیشه به شما بگه، خدای عزوجل با هیچ کسی رو در باستی ندارد، خدا به شما میگه. لذا الله بیان از این آیه ما هم میتونیم برای خودمون استنباط بکنیم مسائل خودمون را. ما هم گاهی در زندگی خودمون تکلفات داریم، بعضی تکلفات و بعضی حیاها مانع میشه که به هم دیگه رک بگیم آقا وقت کار من است، وقت استراحت من است. بعضی میرن کار دارند یا کار ندارند، بی خود نشستن وقت مردم را ضایع میکنند. بالخصوص در زمان عروسی، شما که جای دعوت باشید، شما را صاحب عروسی دعوت میکنه، بعد از این که غذا را میل کردید همونطور که دستور زود بلند شید دیگه. بعضی میگن بشینیم، صاحب عروسی رو بیا بشینیم با هم لحظه دیدار بکنیم، دیر وقت شما را ندیدیم. اون الان نمیدونه فکر مهمانهاش را داشته باشه، فکر دیگها را داشته باشه، فکر غذای قسمت خواهران را داشته باشه، یا بشینه با شما صحبت کنه. این مسائل از این آیات استنباط میشه که باید ما رعایت بکنیم. یا مثلا وقتی که تو کارت نوشته از ساعت 8 تا 10 انسان همون وقت معینش بره، آیه میگه زود نرو، وقت نماز عصر نرو که من خودمانی هستم دیگه من میام. اون الان به کارهاش نمیرسه، مجبور میشه با تو بشینه که این عزیز آمده، اگر باش ننشینیم ناراحت میشه. لذا 2 ساعت 3 ساعت زودتر میری، وقت اون را هم تلف میکنی، منتظری که کی غذا آماده بشه. هر برنامه‌ای که به شما دادند، به شما گفتند، طبق اون عمل کنید. در بقیه دعوتی ها همچنین، کسی را اکرام میکند، انسان اکرام برای غذا هست، به وقت غذا بره بشینه، همون اندازه که معمول هست بشینه. بعضی مردم میگن ما نمیتونیم کسانی را دعوت بکنیم چون که میان بعد از اون تا 12 و 1 شب انتظار دارن باشون بشینن. خب مردم کار دارن، سر صبح کار میرن و بعضی عبادت دارن، بعضی دوست دارن نماز صبح بلند بشن. این نکات را باید ما رعایت بکنیم. قرآن داره به ما آموزش میده. ببینید چه کلماتی برای اصحاب و یاران رسول الله صلی الله علیه وسلم به کار برده شده. الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، ای مؤمنان شما وارد خانه های نبی نشید، پیغمبر نشید، الا ان یؤذن لکم، مگر اینکه به شما اجازه داده بشه که بفرمایید شما خانه بیایید، الی طعام غیر ناظرین اناه، به سوی غذای شما را دعوت بدند برید، اما نه چنان رفتنی که غیر ناظرین اینا، منتظر پختنش بشید، منتظر آماده شدن غذا بشید. برید منتظر بشید که غذا آماده بشه، نه. ولكن اذا دعیتم فادخلوا،
هرگاه دعوت داده شدید فراخوانده شدید فلان ساعت بیا شام حاضره همون وقت برید جلوتر، نه از اول وقت بری که کی غذا آمده میشه. فاذا طعمتم دستور دوم اینه، اول اینکه زود نرید، اول اینکه اصلا نرید تا زمانی که شما را دعوت نکردن، دوم اینکه هرگاه دعوت کردن بروید اما زود نرید، به وقت معمول برید. سوم اینکه وقتی که غذا میل فرمودید فاذا طعمتم فانتشروا، منتشر بشید، برید پی کارتون دیگه، اونجا چرا نشستید؟ ولا مستأنسین لحدیث، و سرگرم سخن نباشید، سرگرم گپ و شپ نباشید، سخن نباشید، برید دیگه دنبال کارتون که کسی که صاحب خانه هست اونم مشغولیت داره. این علت را الان الله بیان می‌فرماید ان ذلکم کان یؤذی النبی، این کار شما پیغمبر را اذیت میکنه، فیستحیی منکم، از شما حیا داره، خجالت میکشه، حیا داره، نمیگه چیزی به شما. اما والله لا یستحیی من الحق، الله از گفتن حق ابا نداره، خجالت نمیکشه. الله عزوجل حق را آشکارا به شما میگه تا کارتون را بدونید چی کار بکنید. بنابراین خیلی از ملت ها الان پیشرفته هستند، یعنی برنامهشون منظمه، وقتی که شما برید به شما برنامه میدن، فلان وقت استراحته، فلان وقت غذاست، فلان وقت جلسه، فلان وقت ملاقاته. لذا ما باید با هم دیگه رو در بستی داشته نباشیم، اوقات ملاقاتمون، اوقات کارمون، اوقات استراحتمون، اوقات غذا همه مشخص بشه تا برای هیچ کسی مزاحمتی پیش نیاد، نه تکلفات باشه و نه چیزی دیگه. والله لا یستحیی من الحق. عرض کردم در همین زمان حجاب هم نازل شد. الله میفرماید از این به بعد و اذا سألتموهن، هرگاه از همسران پیامبر چیزی خواستید، سوال کردید، فاسألوهن من وراء حجاب، از پشت پرده سوال کنید. ذالکم اطهر لقلوبکم و قلوبهن، این باعث پاکی و پاکیزگی بیشتر دلهای شما و دلهایش اونهاست. و ما کان لکم ان تؤذوا رسول الله، برای شما سزاوار مناسب نیست که پیغمبر خدا را اذیت بکنید. و چیزی دیگه اینم پیغمبر را اذیت میکنه که بدون بعد از من کسانی قصد ازدواج همسران من داشته باشند. بعضی از منافقین خبیث با هم میگفتن، هدفشون اذیت و آزار پیغمبر بود، با هم میگفتند اگر بعد از اینکه ایشون فوت کرد فلان زن را من عقد میکنم، یکی میگفت فلان زن را من عقد میکنم. هدفشون توهین بود، هدفشون خرد کردن بود، هدفشون اذیت آزار رسول الله، شکنجه روحی بود. لذا الله دستور داد، الله فرمود که ولا ان تنکحوا ازواجه من بعده ابدا، شما نکاح نکنید، عقد نکنید همسرانش را بعد از او هرگز. ان ذلکم کان عند الله عظیما، این چیز نزد الله گناه بزرگی هست، عظیما گناه عظیمی هست. ان تبدوا شیئا او تخفوه، اگر چیزی را شما مخفی بکنید، ظاهر بکنید یا مخفی بکنید، فإن الله کان بكل شیء علیما، الله عزوجل به هر چیز علیم هست، به هر چیز آگاه هست و دانا هست. خب وقتی که حکم حجاب نازل شد، گفتن از این به بعد پیش زنان پیغمبر کسی حق نداره. البته این خدمت شما عرض کنم که آیه حجاب هم علما نوشتن یکی از موافقات عمر رضی الله تعالی عنه بود. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم روز نشسته بود، حضرت عمر فاروق گفت یا رسول الله، من دوست ندارم هر کسی بیاد پیش همسران شما را ببیند، باید همسران شما ویژه باشند و در حجاب باشند.
الله عزوجل آیه حجاب را نازل فرمود برای همه زنان مسلمان. به هر حال وقتی که آیه حجاب نازل شد، الان این همسران رسول الله خب خویشاوندانی داشتن، پدرشون، برادرشون، برادرزادشون، آیا شامل حال اونها هم میشد؟ اونها هم فکر کردن ما هم از این به بعد رفتیم خواهرمون را ببینیم باید از پشت پرده باشد. الله فرمون نه، این برای نامحرم هاست. لا جناح علیهن، بر آن همسران رسول الله گناهی نیست، فی آبائهن، درباره پدرانشان، ولا ابنائهن، فرزندانشان که از شوهر سابق دارن، ولا اخوانهن، برادرانشان، ولا ابناء اخوانهن، برادرزاده هایشان، ولا ابناء اخواتهن، خواهرزاده هایشان، ولا نسائهن، زنان خودمانی، منظور مسلمان، نه زنان کافره که قبلا عرض کردم، ولا ما ملکت ایمانهن، و نه کنیزک هایشان که اینها را ببینند اشکالی نداره. واتقین الله، پس از خدا بترسید شما ای زنان پیغمبر در امتثال امر الهی، یعنی دستور خدا را، حجاب را بجا بیاورید. ان الله کان علی کل شیء شهیدا، الله بر هر چیز گواه است. خب اصل این سوره از ابتدا عرض کردم، این سوره برای این بود که الله عزوجل از پیغمبرش دفاع میکنه، پیغمبر من را اذیت و آزار نرسانید. ابتدا احزاب، بحث احزاب بود که اونها اذیت کردند، اونها عرض کنم که محاصره کردند، اونها میخواستند که سوء قصد بکنند، و بعد از اون در رابطه با همسران، بقیه مسلمانان، آداب را صحابه همه باید رعایت بکنند. حال الله عزوجل جایزه دیگه برای پیغمبر تعیین میکنه. سبحان الله، میتونیم بگیم کل سوره احزاب درباره فضیلت رسول الله است که آیه به آیه الله عزوجل بهش مرتبه فضیلت جایزه میده. اینجا الله عزوجل صلات و سلام خودش را همراه میکند. الله میفرماید ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، همانا الله و ملائکه الله، فرشتگان الله صلات می فرستند بر پیامبر، درود می فرستند، رحمت می فرستند. یا ایها الذین آمنو، پس ای مومنین شما هم همراه باشید، معنیش اینه شما هم همزبان باشید، شما هم هماهنگ باشید با الله و با ملائکه الله. یا ایها الذین آمنو صلوا علیه وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد. الله میفرماید ای مؤمنین شما هم صلوا علیه، برو صلات بفرستید، برو درود بفرستید، و سلموا تسلیما، و بر او سلام بفرستید. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته که در التحیات میخوانید و بعد از اون درود میخوانید. لذا درود فضیلتش را امروز عرض کردم که درجات و اجر زیادی دارد. از درود خواندن روح رسول الله خوشحالتر و راضیتر میشه. و یک چیز بگم که درود یکی از دعاهایی هست که حتما مقبول میشه. درود دعایی هست. شما چی میگید؟ اللهم صل علی محمد، یعنی خدایا رحمتهایت را بر محمد بفرست. دعایی نیست؟ دعایی هست. و این دعایی هست که هر کسی از شما بخواند شک داشته نباشد که قبوله. چرا؟ چون که میدانیم از اول قرآن تا آخر قرآن میخوانیم که رحمت خدا بر پیغمبرش هست. دوم، درود دعایی هست که هماهنگ با درود الهی هست. ان الله و ملائکته یصلون، و باز ما را خدا گفته، پس چون که خدا میفرستد، فرشتگان میفرستن، ما هم بفرستیم.
پس درود دعایی هست که حتما چی میشه؟ قبول میشه. بزرگان گفتند که یه چیزی به شما نشون بدیم که همه دعاهایتون قبول بشه. اون اینه که اول دعایتون آخر دعایتون درود بخوانید. چرا؟ چون اول دعایتون یعنی خدایا بر پیامبرت رحمت بفرست، آخر دعایتون خدایا بر پیامبرت رحمت بفرست، وسط دعایتون خدایا من هم ببخش. خداوند عزوجل آیا به نظر شما چنین تبعیضی قائل میشه که اولش را قبول میکنه آخرش را قبول میکنه وسط را قبول نمیکنه؟ حتما قبول میکنه. لذا این یکی از بهترین صورت هاست برای اجابت دعا که هر وقتی میخوای دعایت قبول بشه قبل از اون و بعد از اون دعایی بکن که اونا حتما قبول میشه. اون چیه؟ همین درود است. پس الله میفرماید یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما ان الذین یؤذون الله ورسوله. مؤمنین رحمت میفرستند، درود میفرستند، کفار اذیت و آزار. همانا کسانی که اذیت یؤذون الله، الله را کسی نمیتونه آزار برسانه، ولی آزار رسوندن رسول الله آزار خدا است. و رسوله، بعضی گفتند آزار خدا هم هست، یعنی ناراضگی خدا. به چه صورت؟ که با خدا کسی را شریک بدانیم، الله از این ناراضی میشه. به سوی خدا فرزندی منسوب بکنیم، دختری منسوب بکنیم، این دختر خداست، این فرزند خداست، همون طوری که مسیحیت و یهودیت و مشرکین انجام دادن. قال الجمهور، معناه جمهور گفتن معنای الهی این است که ایذاء الله بالکفر و نسبت الصاحبه، کفر کردن اذیت خدا حساب میشه، نسبت دادن همسر والولد فرزند و شریک الیه و شریک و همچنین خدا را توصیف کردن به چیزی که لا یلیق به، لایق خدا نیست، خدا را به چیزی نامناسب توصیف کردن. لذا الله می فرماید ان الذين يؤذون الله ورسوله، آنانی که الله را اذیت میکنند، یعنی کلمات ناروا و نابجا نسبت به الله میگن، و رسوله و رسولش را اذیت میکنند، لعنهم الله فی الدنیا والآخره، الله اینها را ملعون و نفرین فرموده، از رحمتش دور قرار داده در دنیا و آخرت. و اعد لهم عذابا مهینا، الله برای اینها عذاب ذلتبار آماده کرده. اینها هم مجرمن، اونهایی که بندگان خدا را، بندگان مؤمن خدا را اذیت میکنن، اونها هم مجرمن. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، آنهایی که اذیت میکنن مؤمنین و مؤمنات را. خیلی باید از اذیت و آزار مسلمان بر حذر بود. مسلمان چه همسایه ما باشه، چه همسفر ما باشه، چه مشتری ما باشه، چه بایع ما باشه، چه تو کوچه و خیابان میبینیم یه چیزی که به مذاق ما درست در نیاد، مبادا به خاطر اون مسلمانی را بزنیم، دل مسلمانی را بشکنیم، مال مسلمانی را بالا بکشیم. اگر کسی چنین کرده توبه بکنه، خیلی سخت است. الله میفرماید کسانی که بندگان مؤمن من را، صفت ایمان آورده، نفرموده الناس، مردم را. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، کسانی که اذیت میکنن مؤمنین و مؤمنات را، بغیر مکتسبو، بغیر آنچه که آنها کسب کردند، یعنی تهمتی به اونها میزنند که اونها چنین کاری نکردند، مثل تهمتی که به ام المؤمنین عایشه زدند، به صفوان رضی الله تعالی عنه زدند، ای ینسبون الیهم ما هم براء منهم، به سوی مؤمنین و مؤمنات نسبت بدن چیزی را که اونها بریند، لم یفعلوه و لم یعملوه، نکردند و نه انجامش دادند. کسی مؤمن و مؤمنه ای را چنین اتهامی بزنه، فقد احتملوا بهتانا و اثما مبینا، این انسان بیچاره که تهمت میزنه،
این انسان ها حمل کردند به دوش خودشان بهتانی را، تهمتی را و اسم مبین، گناه آشکارایی را اینها برگردنشون حمل کردند. الله عزوجل ما را نجات بده از این نوع گناهان، هم در حق الله کوتاهی نشه و هم در حق بندگان خدا کوتاهی نشه. این خواسته قرآن مجید از ماست. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان.